ابتدای استقرار این شهرک بنابر انجام کار در فضای سرپوشیده بود با سازهای موقت اقدام به فضای مسقف نمودیم. سولاهای آشیانه‌ای که روبرو سولاهای نارنجی ملاحظه می‌کنید در انتهای شهرک هم فرایند سنگلاس و هم رنگ رو تونستیم را سرپوشیدن انجام بدیم. منتهای مراتب با روش بک‌فیلتر که 3 دستگاه بک‌فیلتر برای سالن سنگلاس احداث شد. بعد از چند سال به این نتیجه رسیدیم که جوابگوی این کار نیست و با توجه به حجم غبار امکان ادامه با این وضعیت نیست. پس از اون بنا شد به مشاوره دوستان که محیط زیست و حالا بحث بهینه‌سازی فرآیند جمع‌آوری گرد و غبار قرار شد که بریم به سمت روش نوین که با همکاری شرکت هیدروفیلتر به عنوان طراح و ساخت و نصب شرکت آذرخی سپاه تونستیم یک دستگاه الکتروفیلتر رو آزمایشی در USB بدون هر گونه درک و آب تو شرکت احداث کنیم و بربرداری کنیم که مراسم امروز بابت افتتاح این دستگاه هستش. این دستگاه برای اولین بار در کشور و به صورت دانشجویان انجام شد و انشاءالله که امروز بتونیم مراسم سلام و خداوند دارم خدمت حاضر در جلسه این مراسم عرض تبریک هفته محیط رو دارم خدمت همه مردم ایران و دوستداران محیط زیست، حافظان انفال و شما بزرگوارانی که امروز به همین مناسبت برای فعالیتی محیط زیستی دورم جمع شدیم که به نوعی تقدیم کنیم از زحمات که در این عرصه کار می‌کنید. دوستان اینجا یکی از بزرگواران حضور داره که حلقه بین محیط زیست و صنعت هست به واسطه علمی. این دوست بزرگوارمون از مجموعه شهرک علمی تحقیقاتی هستند که الان دقایقی با هم صحبت می‌کردیم. من بهشون گفتم که سال 87 یا 88 من بازدید کردم اونجا 18 واحد بیشتر مستقر نبودن. الان به من گفتن که 670 واحد الان در مجموعه شهرک شکل گرفته و داره فعالیت‌های مختلف تخصصی علمی و تولیدی و دانش افزایی رو انجام میده و گفتن بعضی از این شرکت‌ها نزدیک 1000 میلیارد و بعضاً بیشتر الان فروش سالیانه داره. اینا خب الان قابل قیاس با یکی دو دهه گذشته نیست. من بازدیدهای زیادی رو دارم در جاهای مختلف، چه در صنعت چه در دانشگاه، چه شرکت‌های دانش بنیانی که تقریباً روزانه به ما مراجعه می‌کنن و فناوری‌های جدیدی رو عرضه می‌کنن و اعلام می‌کنن که ما در این حوزه می‌تونیم و این دانش‌هایی که داره ارائه میشه صرفاً این نیست که رفع آلودگی داشته باشه، بلکه یک ثروت مجددی رو میتونه برای یک ارزش افزوده‌ای رو برای اون صنعت به کار داشته باشه که من مثال‌های بیشمار دارم از این موضوعات که فرصت نیست که آدم امروز می‌خوایم در موردش صحبت